سلام لالا، خوب هستی؟ لالا مرا کم پیسه بکار است، کم قرضدار بودم، کم پیسه مرا میدادی. داخل دکان زیر همون تو شکل لالا. سیست باش، تشکر برادر. خداحافظ. خداحافظ. خدایا تو را من ز جان می پرستم، تو را با تمامی توان می پرستم. خوب است لالا جان، جور بخیر. شکر فضل خدا، زنده باشه بخیر باشه. لالا مرا کم پیسه بکار است. لالا برو داخل همون دکان زیر همون تو شکل لالا پیسه. خوبه لالا جان، خیر ببینی. تشکر. را نباشد به جز تو خدایی، تو را ای خدایی جهان می پرستم. بله خوب است لالا جان، جور بخیر. لالا جان مرا کم پیسه بکار است، قرضدار هستم، کم پیسه برام میدی. لالا جای پیسه رو خودت خبر هستی، داخل همون دکان زیر همون تو شکل برو از اونجا بگی لالا میشه. صحیح، تشکر، زنده باشی. نباشد به جز تو خدایی، تو را ای خدایی جهان می پرستم، سراسر تو خوبی. لالا جان مرا کم پیسه بکار است، پیسه برام میدادی. لالا داخل دکان هست زیر تو شکل برو از اونجا بگی لالا میشه. خدایا تو را من ز جان می پرستم. جوره بخیر، ساعت شما خوبه؟ سعیس رفتم اونجا چیزی نبود. بابا جان چکم چیزی نبود. خود دیگه نیاورده دیگه که باشه، می آورده می بود. هرچی بردید نیاوردید لالا میشه. قرض امتحان شرافت است، پس ندادنش یعنی در این امتحان کامیاب نشدن است. پول قرض را میتوان پس داد، اما اعتماد از دست رفته را هرگز نه. مراقب باش برای رهایی از یک درد مالی به زخم عمیق‌تر به نام از دست دادن آبرو دچار نشوی. کسی که قرضش را پس نمیدهد در واقع آینده اش را به حراج میگذارد. فرق است بین کسی که پول ندارد و کسی که اعتبار ندارد. اولی را میتوان قرض داد، دومی را هرگز نه.